چی طور اینفو بیزنسمن بودن ممکن؟ بیزنسمن انعنوی نه یا اینفو بیزنسمن؟ آنها چه خیلی کارشان را نگاه دارن؟ اینترنت، اینستاگرام محصولاتشان را میفروشند، درست؟ میدونید من بیزنس های خود را به راه ماندم تا که خطرها را کم کنم. سال 2008 من این همه را اثر گذرانیدم و سخت مفلس شدم، قرضدار شدم و غیره. آنگاه فهمیدم که باید بیزنسی سازم که به قرب اسعار، به سیاست، به اقتصادیات این یا آن کشور وابسته نباشد. من بیزنس هایم را در کشورهای گوناگون به راه ماندم و با اسعار گوناگون کار میکنند. میفهمید؟ اگر این اینفا بیزنسمن ها یک پلتفرم داشته باشند، تنها اینستاگرام برایشان وزین است. اگر یک چند پلتفرم می داشتند مثل یوتیوب، کانتکت و غیره، آنگاه برایشان وزین نمی بود. کارشان را دوام می دادند. وزین است برای کسی که با امیدی یک چیز بود. اینستاگرام. با امیدی تنها اینستاگرام بود و راه اساسی دریافت مشتریانش همین بود. آن همین نشانداد است. نشاندادی آنچه که هیچ چیز دائمی نیست. برای همین به هر یک اینفا بیزنسمن من توصیه میدیم کاری کنید که حداقل بیش از 5 کانال داشته باشید. بیش از 5: فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و باز کانتکت و باز روتوب هست و باز دیگر و دیگر. چرا؟ در یگان تای آنها موفق میشوید. شاید در تیک تاک و غیره. در یگان تای آنها تا که راهی درآمد بیشتر باشد.